طبق دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره تجلیل سزاوار از 30مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در محله‌های شهر خوروغ برای رشد ساحه ورزش، جلب جوانان شهر خوروغ به طرز حیات سالم و سالمگردانی ساحه، ساختمان میدانچه‌های ورزشی معاصر آغاز گردیده قسمت زیادی آنها مورد بهره برداری قرار داده شدند. در حاشیه نقشه حکومت مرکزی باید در محله‌های نیوودک، محله طبابتخانه، کوچه ولداش گلمحمد و دشتی بالا باز 4 میدانچه نوی ورزشی بنیاد خواهند گردید. با مقصد بنیاد باز 4 میدانچه ورزشی در حدود شهر اطلاع داده شد که مبلغ گذار اساسی بنیاد میدانچه‌های ورزشی در شهر خوروغ دیرکسیای ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشد. گفته شد که میدانچه‌های ورزشی باید در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شوند. باید گفت که عین زمان در حدود شهر خوروغ برای رشد ساحه ورزش و جلب جوانان به طرز حیات سالم بیش از 5 میدانچه ورزشی برای جوانان خوش‌طالع از جانب رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شدند. بنیاد باز 4 میدانچه نوی زمانوی در محله‌های جماعت شهرک اسماعیل سامانی و شیرینشاه شاه تیمور شهر خوروغ اقدام نیک در سمت پیشبرد طرز حیات سالم و رشد ساحه ورزش در مقیاس شهر خوروغ معنی داد کرده می شود. زیرا جوانان سازنده محله‌های نام برده سالیان دراز به چنین میدانچه‌های ورزشی حاضر زمان احتیاج کلان داشتند.